علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فکر کنم خالد جان از آلمان، درسته؟ بله درست است. استاد بسیار برنامه خوب دارید. زنده باشید. نمیدونم این آخوندا چیکار کنم با شما. آخوندا را در به در کردی استاد انصاری. الحمدلله، لطف الله سبحانه و تعالی است. الله اینا رو در به در کرده. یک تا آخوند مرد ندیدم در تمام طول زندگیم که بیای با شما مناظره کنه یا صحبت بکنه. میدونید چرا؟ چون هیچ وقت نمیتونه باطل بیای با حق مناظره بکنه. اینا باطل هستن. تمام دنیا میدونه که اینا باطل هستن. به خاطر همین هم جرأت ندارن که بیان، نه با قرآن میتونن اینا مناظره بکنن، نه با احادیث، نه با تاریخ هم حتی اینا نمیتونن مناظره بکنن. چرا که باطل هستن. دین ساختگی، مذهب ساختگی، همه خرافات، مزخرفات. یکی راستی الان یادم آمد این خراره که نشان دادی، گوشت خراره که در مشهد داشتن به ظاهرای امام رضا چیز میکردن، توضیح میکردن. یه دفعه ببینی نگاه کنه در کتابای اینا نباشه. چرا که کتابای اینا از این مزخرفات زیاد داره. یک بابی در بهارالانوار البته دارن، باب طب ائمه. خب گفتیم که هر چی که به ائمه نسبت میدن توهین به ائمه است. در این باب شما چیزایی رو ببینید که تعجب بکنید. یعنی خوردن سوسک، در افغانستان نانخورک بهش میگن. چی میگید شما در بله در آلمان چی میگن؟ خوردن خلاصه این حشرات، اینا همه اینا اجر و ثواب داره و ائمه تشویق کردن که از این چیزا بخورن مردم. خوردن شیر خر، یک بابی دارن، یک حدیثی دارن در کتاب کافی که خوردن شیر خرم جایز است. استغفر الله. استاد انصاری اینا شما از کتاب اینا چند روز پیش من دیدم نشان داد، کتاب خمینی بود فکر کنم، اینا با طفل شیرخوران میتونن چیز بکنن، صیغه بکنن یا نه بکنن، چیکار بکنن؟ صیغه کردن با طفل شیرخوار. الله اکبر. اینا چه میکروبی هستن اینا، خدا شاهد است. اینا اصلا از انسانیت خارج شدن. همین خمینی از انسانیت خارج بود. این چه جور انسان بوده؟ نگاه کن با طفل شیرخواره. مگه خود از اینا طفل شیرخواره ندارن؟ از خدا نمیترسن اینا؟ چون این تهمت را میزنن. این رو به کی؟ این خمینی نوشته بوده تو کتابش دیگه؟ بله در کتاب خمینی است. بله. الله اکبر. بسیار شرم‌آور است، بسیار شرم‌آور است. این مذهب واقعا مذهب باطل است. تمام مردم اینا میشناسه. اینا نه جرأت مناظره دارن، باطل هستن. اینا فقط ساخته شدن برای دشمنی به اسلام، برای دشمنی به صحابه پیامبر، همسران پیامبر، اهل بیت پیامبر. فقط وظیفهشان همین است. این کیک ساندویچ خورایی هم که شما میگی، واقعا که اینا دیگه همینطور ناشی آمدن تماس میگیرن. یکیشان خود عثمان معرفی میکنن، یکیشان خود عمر معرفی میکنن. شما با تمام آخوندا و مراجع قم و نجف و همه تان که یک جا بشه، با گرد خاک پای کنیز حضرت عمر و عثمان هم شما نمیتونید خودتان مقایسه کنید و برسه. چی برسه به این که شما اسم حضرت عثمان میاری به زبانتان؟ شما چی کاره؟ شما قبر پرست ها، شما مرده پرست ها، مگه شما غیر از قبر، مرده پرستی، صیغه با طفل شیرخواره دیگه چیزی هم در کتابایتان هست؟ استغفر الله. خداوند اینا را اگر هدایت قابل هدایت است هدایت بکنه، اگر نیست بازم خداوند اینا را هدایت بکنه و شبکه‌های شما ان شاء الله باعث میشه اینا هدایت بشن به توفیق پروردگار. ان شاء الله. زنده باشید خالد جان. سلامت باشید. خدا حافظ. زنده باشید. سلامت باشید. خدا حافظ. سلام علیکم. احمد جان این صفحه رو نشان بدید. این فروع کافی و رازة الکافی است، از جمله کتب اربعه اینا محسوب میشه. اینم صفحه دومش، اینم صفحه 192 فروع کافی جلد 6 باب البان البقر. یک بابی است به نام باب شیر گاو، باب الماست. این خیلی جالبه. الماست، این ماست که فارسی است همه میدونید. این گفته باب الماست، یعنی مثل کسی گفت که چطور عربی صحبت بکنم، گفت همین فارسی خودمونه، فقط یک الف و لام اولش اضافه بکن میشه عربی. اینم باب الماست، باب البان الابل، باب شیر شتر، و در اینجا باب البان الاتون، باب شیر خر، باب 1326. در اینجا روایت های متعددی است که اینجا کسی اومده پیش ابو عبدالله گفته تغدیت ما و فقال لی اتدری ما هذا، میگه با امام مهمان امام بودیم، امام جعفر صادق، باش که نارو خوردیم،
گفتم پرسید که میدونی که این چی بود، چی است این؟ قلت لا، گفتم نه. قال هذا شیراز الاتن، این شیر خر بود که خوردیم. در روایت بعدی میگه پیش ابی عبدالله آمدم و در اینجا گفت که این هذا شیراز الاتن اتخذناه لعلی عندنا و من یشاء فلیکل و من یشاء فلیدع. اینجا شیر خر برای یک مریضمون که اگر میخواید بخورید، نمیخواید نخورید. علی ابن ابراهیم شاگرد کلینی، اینا چون بعضی چیزایی که روایت هایی که میبینن این در کتاب اینا میبینید، دلیلش اینه که اینا شیر خر خوردن. این آخونده اگر شیر آدم میخوردن این چیزها رو نمینوشتن، این توهین ها رو به اهل بیت نمیکردن. شاید دیده باشید در افغانستان و تاجیکستان به کسی که زیاد انسان نرمالی نباشه میگه فلانی شیر خر خورده. این علی ابن ابراهیم قمی که یکی از مفسرین بزرگ شیعه هست، صاحب تفسیر قمی و استاد کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، ایشون چی میگه که روایت میکنه از پدرش، هم پسر شیر خر میخورده و هم پدر، از صفوان ابن یحیی، از عیز ابن قاسم، قال سألت ابو عبدالله. همه چیز بعد نسبت میدم به امامان. از ابو عبدالله پرسیدم عن شرب البان الاتن فقال اشربها. پرسیدم از امام که شیر خر چطوره بخوریم؟ گفت که نوش جانتان بخورید. و در اینجا هم از ابی مریم انصاری، از ابی جعفر قال، از محمد باقر سألت عن شرب البان الاتن فقال لی لا بأس بها. در مورد شیر خر از امام پرسیدم، از امام باقر گفت که اشکالی نداره، نوش جان. نوش جان آقای کلینی و علی ابن ابراهیم قمی و پدرش. این است، این دین و مذهب این آخوند است.